همه به یه ویدیو جدید من خوش اومدید. این دفعه اومدم بهتون پورتال جهنم نشون بدم، براتون بسازم. بریم که بسازیم. اول از همه ما لازم به مواد مضاف داریم که بزرگی خودت بخشید که من دیگه سخته پیدا کردنش، ولی دیگه شما به بزرگی خودتون ببخشید. ما مواد مضاف به چیز استفاده میکنیم میشه و ما تو بازی الکی هستیم ولی این تو واقعی هم کار میکنه. شما بر مواد مضاف بتون رو پیدا کنید، روش آب بریزین، این که میده رو با کلنگ کریستالی یا این بکنین. اگه با این بکنین که چه بهتر، برای من که نه، برای خودتون چه بهتر، چون چطوری بهتون بگم سریع‌تر کنده میشه. خب و حالا ما بریم درستش کنیم. شما حدوداً لازم به 8 تا این همون سنگایی که کندیم داریم، اسمشون یه جورایی سنگ زغاله، این شکلی میسازیمشون. بعد اگه حدود 8 تا دارین میتونین این شکلی بسازین. این برای کسایی که کم این سنگا دارن. بعد اینو دوباره میذاریم. بعد اینایی که من خاک ها رو که میذارم یه جوره جایگزینن، میشه با این کارم کرد. مثلا ما جایگزین میکنیم بس کسایی که مثلا ندارن زیاد این سنگا. حالا شما که اینو گذاشتین لازم به فندک دارین، با فندک روشن میشه. و در ضمن لایک و سابسکرایب یادتون نره. و اینم توی دروازه جهنم. چیزی چیه؟ خب خدا.